سلام، به گزارش تحقیق 7 خوش آمدید. هر هفته شبای جمعه در خدمت شما هستیم با موضوعات متنوع و همونطور که از روند برنامه اطلاع داریم ما موضوعات متعددی رو به چالش میکشیم، سر صحبت میکنیم، تحقیق میکنیم و نظرات شهروندان رو هم نداشته باشیم. در برنامه گذشته روی موضوعات مختلفی صحبت کردیم و امشب شاید یکی از مهمترین موضوعاتی که همیشه گریبانگیر ما بوده میخوایم روی از او بحث و صحبت داشته باشیم. زمانی در دنیا آدم ها به صورت قبیله‌ای زندگی میکردن، جنگ ها جریان داشت و کاری به جز چور و چپاول و غارت نبود. دنیا پیشرفت کرد، عصر تمدن آهسته آهسته شروع شد و ما به قرن 18 19 و 20 رسیدیم. وقتی که تمدن شکوفا شد دنیا به این نتیجه رسید که اگر هر کس و هر کشوری در گوشه از جهان متضرر باشه قطعا آثار از روی تمامی مملکت ها تاثیر میکنه. مثل یک بدن میمونه که اگر عضوی از بدن فعالیت نداشته باشه نقصان از اون آسیب خود به تمامی قسمت های بدن میرسونه. پس بعد از خصوصا جنگ دوم جهانی مقوله ساخته شد به نام کمک های جهانی. در سازمانی به نام سازمان ملل و در بانکی به نام بانک جهانی هر کشوری که یا به خاطر جنگ های داخلی یا به خاطر حوادث غیر مترقبه دچار مشکلات عدیده میشد و میشه، دنیا دست به دست هم میتن و با مدیریت بانک جهانی برای از کشور کمک های را اختصاص میدن. از حدود 20 سال گذشته دریایی از کمک های جهانی به افغانستان سرازیر شد. میلیاردها و میلیاردها، حالا به اشکال مختلف، گاهی پول نقد، گاهی به شکل مسائل امنیتی و بخش سیاسی، گاهی به صورت کالا. برنامه امشب موضوعش ارتباط داره به مفهوم کمک های جهانی و مدیریتش که خیلی خیلی مهم است. در بخش اول برنامه از شهروندان پرسیدیم که در کل کمک های جهانی یعنی چه؟ ببینیم که به رضی آیا معنا و مفهوم درست را شهروندان ارائه میکنن یا خیر. خب در کل کمک های جهانی را ما به چند نوع تعریف کرده میتونیم. کمک های جهانی یکی است که در بخش رشد اقتصادی برای ما کمک بکنن، در بخش غذا، در بخش ادویه، در بخش های فرهنگی، در بخش های اقتصادی و غیره. بخش هایی که در کل میتونه برای ما همکاری بکنه، چون در حال حاضر جهان مثل یک قریه کوچک شده. هر کشور ضرر و فایدهش به یک کشور دیگری حتمی و ضروری میرسه. کمک های جهانی یعنی که اگر یک کشور نیاز داشته باشه از نگاه اقتصادی کمک بشه، در قسمت کشورهای دیگه هماهنگسازی میکنن و کمک میکنن کشور دیگه که نیاز به کمک داره. خب در کل براتون بگویم کمک های جهانی برای این گفته میشه که تمام کشورهایی که نیاز به کمک دارن برای از اونا از طرف بعضی کشورهایی که شامل سازمان بین الملل هستن، اونا به کشورهایی که جنگ زده هستن، از لحاظ اقتصاد بسیار ضعیف دارن، برای از اینا کمک میگیم. کمک جهانی است. خب کمک های جهانی به معنی ای که کشورهای قدرتمندی که از لحاظ مالی توانایی بیشتر دارن میآیند کنار کشورهای فقیرنشین و فقیر، اینا رو کمک میکنن تا اینکه در حوزه تحصیل، در حوزه خوراک، در حوزه صحت اینا بتونن حداقل مشکلاتشون رو حل بسازن و به یک اندازه رو به انکشاف شون و کشورهایی که پیشرفته هستن یعنی اینا رو حمایت میکنه تا اینکه بتونن اینا روز به روز وضعیت اقتصادی کشورشون رو به بهبود. کمک های جهانی یعنی اگر یک کشوری که در حالت بد اقتصادی و با رکود اقتصادی در کل روبرو شده باشه، به اون کشور کمک های جهانی میرسه که نیاز می داشته باشن به کمک جهانی، که از نظر ما به کشورهایی که جنگ زده هستن و در حالت فقر اقتصادی قرار دارن خیلی خوب میشه به خاطر مردمشون. شنیدیم صحبت‌ها و نظرات شهروندای پایتخت را در ارتباط با مفهوم کمک‌های جهانی. همونطور که قبل از صحبت‌ها بحث شد،
در 20 سال گذشته سیلی از کمک‌های جهانی به افغانستان سرازیر شد. ما یک کشور فقیر نیستیم و نبودیم، ولی سالهای سال جنگ، درگیری و نابسامانی اقتصاد ما رو به شدت متضرر کرد و میشه گفت تقریبا در سال 1381 ما با خاک یکسان شده بودیم. ناگهان تحول در افغانستان ایجاد شد و همه کشورها، حدود 36 کشور شروع به کمک‌های مختلف به افغانستان کردند. کمک‌ها در ابعاد خیلی عظیمی بود. بخشش در راهسازی مصرف می‌شد، بخشش در انرژی مصرف می‌شد، بخشش در زیرساخت‌ها و معارف و صحت مصرف می‌شد. حالا بعد از گذشت 20 سال وقتی که به ناگهان همه چیز ظاهراً قطع شد، ما دوباره کشور فقیری شدیم. و سوال بزرگی که پیدا میشه این است که پس این همه کمک کجا رفت؟ مگر قرار بوده که تا ابد بر ما کمک های داده بشه؟ مگر کمک ها همیشه موقتی نیست و به خاطر ساختن زیرساخت‌ها نیست؟ چرا ناگهان ما یک شبه با رکود شدید اقتصادی مواجه شدیم و تقریبا همه اقشار جامعه با مشکل مواجه شد؟ شاید جوابش این است که ما نتونستیم درست مدیریت بکنیم سرمایه‌های جهانی را. حالا فرقی نمیکنه که بلاعوض بوده یا طولانی مدت و به هر دلیلی، چون هیچ کشوری همونطور که بارها گفتیم به رایگان به کسی کمک نمیکنه، قطعا اهداف سیاسی خود داره. پس سوال دومی است که پیشنهاد شما به عنوان یک شهروند برای مدیریت کمک جهانی چی است؟ اگر شما کسی باشین و کسی می بودین که تمام منابع کمک‌های جهانی رو در اختیار شما میگذاشتن، شما چطوری رو مدیریت میکردین؟ بریم ببینیم که نظر شهروندا 20 سال چی از پاسخشون برمیاد. مدیریت این کمک ها در صورتی که اگر به دست خود ما افغان ها باشه و بتانیم او را به شکل احسنش به جایش برسانیم، یعنی در بخش تعلیم و تحصیل اگر بر ما کمکی میشه و همکاری ها و کمک ها بر ما میرسه، را باید بتانیم در قالب یک مکتب، یک پوهنتون و یک نهاد تحصیلی مصرف بکنیم، نه در قالب یک بخشی که غذایی یا صحی باشه. یعنی هر کمک باید به جای خود تقسیم و توزیع شود. در کل وقتی که ما میخواهیم در بخش توسعه و رشد اقتصادی در افغانستان کمک های داشته باشیم، این کمک ها حداقل باید به مو بخش های زیربنایی مصرف شود، نه در بخش های ازی که برای حال حاضر در حالات سطحی برای ما کمک و همکاری بکنن. کمک های جهانی باید در قسمت بهداشت، آموزش، در قسمت زراعت نه کمک بشه بهتره بنظرم. زمانی که می کمک ها میشه باید نفری بر از به اهل کار سپرده شود که او وجدان خود پیش خود قاضی گفته همون کمک ها را به کسی که مستحق است بر از بتانه برسونه. در این راستا حکومت مسئول است. این که باید کمک هایی که از طرف بانک جهانی و کشورهای دیگه صورت میگیره را باید اینا به مسئولین و کسایی که نیازمند هستن و کسایی که حقشان هست، چه حالا خب وزارتخانه صحت هست، معارف هست یا حالا هر وزارتخانه دیگه هست، هر بخشی که هست، باید این کمک ها به سمت اونا رسانده شود و یعنی به کسی که حق دارش هست باید اینا رسانده شود. خب پیشنهادی که به خاطر کمک جهانی البته به کشورهایی که واقعا نیازمند هستن باید کمک شود و این کمک ها باید در راههایی که نیاز است به خاطر خودکفا شدن رشد سطح تعلیمی، تحصیلی و اقتصادی یک کشور به مصرف برسد. شنیدیم جواب‌ها رو و همه نظرات مختلفی داشتن و روی نکات کلیدی بیشتر تمرکز داشتن و توجه کردن. اما کمک‌های جهانی همیشه فراموش نشه که از مجرای حکومتی داخل یک کشور میشه، یعنی مستقیم به دست شخصی یا اشخاصی داده نمیشه. بر اساس پروتکل‌های و بر اساس موافقات طولانی مدت یا کوتاه مدتی در اختیار دولت قرار میگیره که قطعاً وزارت مالیه و اقتصاد نقش مستقیمی در دریافت جذب کمک‌ها دارن. حالا در ادامه صحبت‌های قبل از سوالی که ما از مردم پرسیدیم
کمک‌های جهانی که در 20 سال گذشته آمد در افغانستان در کدام بخش مصرف شد؟ اگر بخش انرژی بود، ما به جای بندهای برق پایه برق ساختیم. اگر بخش مکاتب بود، ما متمرکز شدیم در مکاتب در بزرگ شهرها و متاسفانه اکثر ولایات دورافتاده فراموش ما شد. اگر در مورد صحت بود، ما فقط روی ساختار یک شفاخانه کار کردیم، روی 4 تا دیوار و ستون و کانکریت، نه روی امکانات اولیه شفاخانه. اگر روی تحصیلات عالی بود، ما فقط آمدیم ماستر و دکتر ساختیم که بتونه پول در بیاره. حالا سوالی است که ما باید اگر قرار باشه که دوباره به موافقه برسیم یا فرصت ایجاد شود که منابع مالی جهانی به روی ما باز شود برای یک مدتی که قطعا موقتی هست، کدام نهادها یا وزارتخانه‌ها به این کمک‌ها نیازمند هستند و باید در اولویت باشند؟ نظر شما چی است؟ در حال حاضر به نظر شخصی خود من، نهادهایی که باید برای او کمک شود، اون نهادها نهادهای صحی و نهادهای تحصیلی ما هست. چون ما در افغانستان در حال حاضر در بخش تحصیلات بسیار کادر نداریم و باید ما کادر بسازیم. وقتی که ما کادر بسازیم، دیگر مسائل فقر، گرسنگی و تنگدستی خودش آرام آرام از بین میره. کمک‌های جهانی معمولا به طور موقتی هستش که اینا باید برای ساخت‌وساز کارهای زیربنایی استفاده بشن، مثلا در بخش وزارت زراعت، وزارت صحت. اینا در قدم اول وزارت معارف، چون بنیاد اساسی یک کشور معارف تشکیل میده. تعلیم و تربیت از همونجا آغاز میشه. بعد از او صحت است که صحت خیلی مهم است. بعد از او باز وزارت های مثل وزارت مهاجرین، وزارت انکشاف دهات یا وزارت زراعت که پایه‌های اساسی یک کشور تشکیل میدهد. خب فکر میکنم در افغانستان بیشتر بخش صحت و بخش معارف نیازمند این کمک ها است، به خاطر که هم بخش صحت ما دچار مشکلات خیلی زیاد هست و همچنان بخش معارف ما که ما میبینیم در ولایت های دوردست حتی مکاتب وجود نداره، حتی استادای وجود نداره و اینا توسط ملا امام ها تدریس میشه درس از اینا. و فکر میکنم در بخش صحت و معارف اگر بیشتر توجه صورت بگیره خوب در خواهد بود. خب وزارت صحت عامه، وزارت معارف و همچنان وزارت اقتصاد و کمک‌های جهانی البته در کشورهایی که پیشرفت نکردن بیشتر نیازمند هستند و اولویت هم میشه که وزارت صحت باشه. جواب‌ها رو با هم شنیدیم. شما بیننده گزارش تحقیق 7 هستین. هر شب جمعه مهمان خانه‌های شما هستیم. موضوع برنامه امشب مفهوم کمک‌های جهانی و مدیریتش است. سوال پرسیدیم از شهروندان پایتخت که کدام نهادها به نظر شما یا وزارتخانه‌ها بیشتر به کمک نیاز دارن و باید در اولویت قرار بگیرن. اصلاح میکنم که نفس کلمه‌ای که میگیم کدام وزارتخانه‌ها به کمک نیاز دارن، به این معنی است که خود وزارت مشکلات مالی داره. نه، به این معنی است که زیرساخت‌هایی که تحت مدیریتش است نیازمند ساخته شدن است. شما خودتون کسی که بیننده هستین چه فکر میکنین؟ قطعا در کشوری که آیسا گام برمیداره و میخواد رشد بکنه، اولین و مهمترین بخشش آموزش است. کشوری که باید میلیون‌ها کودک، نوجوان و جوان را به تحصیلات عالی برسانه تا بتونن در جای جای کشور فعالیت بکنن، اختراع بکنن، اکتشاف بکنن و رشد بکنن. موضوع دوم که مهم است صحت یک کشور است. ما نمیتونیم با جمعیت بیمار رشد بکنیم و رقابت بکنیم و پیشرفت بکنیم. از این دو تا موضوع مهم که بگذاریم، کشور ما چه استعدادهایی داره؟ استعداد کشاورزی، استعداد دامداری، استعداد بخش ترانسپورت و ترانزیت و استعداد بخش میوه‌جات و باغداری. پس اگر قرار باشه که زیرساخت‌ها بسازیم، قطعاً وزارت فواید عامه، وزارت صحت، وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی و وزارت زراعت و مالداری
باید قطعا در اولویت باشن. و اما مسلما کسی که پول پرداخت میکنه نظر خودم ارائه میکنه. این مطمئن باشین که هیچ کشوری جیبای خود بر ما سرش باز نمیکنه که ما به دل خود هر کاری خواستیم بکنیم. باز این موضوع هنر سیاست مدارای ماست که چطور میتونن که سیستم رو دور بزنن. اما سوال، اگر شما خودتون یک کشور خارجی باشین و بخواین به افغانستان کمکی بکنین، چه کمکی میکنین؟ بیاین از دیدگاه بیرونی هم به این موضوع نگاه بکنیم، ببینیم نظر شهروندان. خب اگر ما یک کشور خارجی باشیم، اگر در ساحه نزدیک به افغانستان باشیم، یعنی در همسایگی افغانستان باشیم، ما کوشش میکنیم در بخش اقتصاد افغانستان یا در بخش غذا و ادویه افغانستان کمک بکنیم. اما اگر یک کشور غربی باشیم یا کشور دورتر از افغانستان باشیم، منافع خود را در افغانستان میخوایم پیاده بسازیم، چون منافعی که در افغانستان داریم شاید اون منافع اقتصادی باشه، منافع جیولوژیکی باشه، جغرافیایی باشه. در کلی منافع ما نظر به مو کشور را نظر به منطقه جغرافیایی خود تعیین میکنیم. هر کسی به اساس منافع خود کار میکنه و این قسمت چیزی که به نفع خودم باشه من کار انجام میدم. به افغانستان کمک میکنم که در ازم بیشتر منفعت خودم باشه. خب اگر قرار میشد ما یک کشور خارجی می بودم و خیلی هم پولدار می بودم، قرار می بود که به افغانستان کمک بکنم، من دیگه پول نمیدادم به مردم افغانستان، به خاطر که ما دیدیم پول به جاهای حق و ناق مصرف شد. می آمدم مستقیم وارد افغانستان می شدم و به جاهایی که نیازمند بود، جایی که واقعا مردم نیاز داشتن، حالا خب بخش صحت بود، وزارت معارف بود یا حالا هر بخش دیگه‌ای که بود، می آمدم مستقیم در همین جا کار می‌کردیم و تا اینکه مشکلات اینها مستقیما حل می‌شد. فکر می‌کنم این قسم بهتر خواهد بود. خب اگر من یک کشور خارجی باشم، به خاطر نفع کشور خودم و به خاطر از اینکه به افغانستان یک فایده و یک سود برسه کار میکنم. مثلا در بخش سرمایه گذاری، تجارت، در بخش از اینکه روابط دیپلماتیک خوب داشته باشیم، روی از اینا کار. متاسفانه اکثر دوستایی که جواب دادن حتی نمیخواستن خود جای از او کشور بگذارن. وقتی که فقر در وجود ما ریشه داشته باشه، ما نمیخوایم باور بکنیم که شاید روزی ما هم پولدار باشیم و بتونیم کمکی بکنیم. ولی ما این سوال پرسیدیم که اگر شما یک کشور خارجی باشین به افغانستان چه کمکی میکنین؟ پیشترم عرض کردیم که هیچ کشوری بدون دلیل کمکی نمیکنه. قطعاً موضوعات سیاسیش در او دخیل است، منافعش چه طولانی مدت و چه کوتاه مدت در او دخیل است. شاید اگر در 20 سال گذشته منابع کمک‌های جهانی درست مدیریت نشده، یکی از دلایلش دخالت خود کشورها بوده. چطور ما در 20 سال راهسازی کردیم، ولی راهسازی کردیم که 10 سال استاندارد نبود و کار نداد؟ آیا پول مصرف نمیشد؟ چطور بود که پروژه‌ای با $1 میلیون قرارداد میشد و با $100,000 ختم میشد؟ آیا فساد بود؟ آیا خواهش و تقاضای خود کشورها بود که به همین صورت پول دوران بکنه و پس به کشور خودشون بره و بدنامیش بر مردم افغانستان بمانه؟ در زمان جنگ دوم جهانی $37 میلیارد به کشور اروپایی کمک شد از طرف آمریکا، ولی در 20 سال $112 میلیارد به افغانستان کمک شد. آیا امکان داره که تمام دلیلش فساد بوده باشه؟ نه. یکی از دلایل عمده‌اش است که کشورها بر اساس منافع خود و بر اساس سیاست خود سرمایه گذاری میکنن. آن چیزی که دوست دارن میسازن. حالا منفعتش اگر به اون کشور رسید، اگر نرسید، اونا اهداف خود به پای اکمال رساندن. و در نهایت سوال نهایی، اگر شما مستقیما دریافت کننده باشین و کمک‌های جهانی مستقیم برای شما بیاد، شما این کمک‌ها را در کدام بخش‌ها متمرکز میکنین؟ این سوال خیلی مهم است. ما 20 سال آمدیم و همیشه در رسانه‌ها، در بین بازار، در خانه‌ها تنها کاری که کردیم تقبیح کردیم
تلاش‌های کسایی که در رأس بودن. همیشه اومدیم با کتر و کنایه گفتیم که پول ملت رو خوردن، فساد کردن. حالا امروز شما به جای از اونها قرار دارین. بگین چطور تمرکز میتین و مدیریت میکنین سرمایه ها رو. ببینیم که جواب مردم 20 سال چیه. تمرکز من بیشتر در صورتی که اگر مدیریتش به دست خودم باشه و بتونم خودم مدیریت بکنم، در بخش رشد و توسعه اقتصادی و کارآفرینی این پول را مصرف میکنم تا کارآفرینی شوه و مردم از فقر اقتصادی بیرون بیاره. در بخش آموزش صحت، معرف صحت، کشورهای وزارتخانه‌ای که اکثرا بازسازی مربوطشان میشه. بخش زراعت ما، بخش صحت ما، بخش معارف ما خیلی مشکل داره. بسیار زیاد مشکلاتشان زیاد است و اگر قرار می بود من دریافت کننده می بودم، مطمئناً که این پول ها را صرف همین وزارتخانه ها میکردم. اگر من دریافت کننده باشم، کمک‌های جهانی را اکثریتش در بخش معارف و ای که در تمامی افغانستان تحصیل و تعلیم صورت بگیره هم است. شنیدیم جوابهای شهروندا را، نکات خوبی را توجه کردن و در صحبتهای خود تبارز دادن. گفتن که روی مسائل زیرساخت‌ها بیشتر تمرکز میکنن. بله مسلم است، وقتی که اولین کاری که باید انجام بشه است که استعداد یک کشور مشخص بشه. شما بیننده برنامه گزارش دقیقه 7 هستین هر شب جمعه و ما از مردم پرسیدیم که اگر شما دریافت کننده کمک‌های جانی به صورت مستقیم باشین، این کمک‌ها را در کدام بخش متمرکز میکنن؟ یادتون باشه که انتقاد کردن آسان است اما عمل کردن سخت است. شاید خیلی از وقتا امکان از این نبوده که راهکار دیگه‌ای باشه. شاید واقعا تلاش‌ها شده. شاید نقطه ضعف اونقدر زیاد نبوده که ما از صبح تا شام کار ما تقویه کردن باشه. و جواب‌ها رو هم شنیدیم. به تأکید باید بگیم که وقتی که شما میخواین یک نهال بکارین، وقتی که یک نهال قرض میکنین، تمرکز شما روی آب دادن، کود دادن و بستنش به یک چوب دیگه است که بتونه اون نهال استاد بکنه و از شکسته شدن یا کج شدنش پیشگیری بکنه. تا کی؟ تا زمانی که به اندازه کافی رشد بکنه و شروع به میوه دادن بکنه. بعد 4 سال، 5 سال، 10 سال میوه خود میده. ساختار یک نظام هم همونطور است. وقتی که یک کشور 30-40 سال جنگ داشته، حالا به هر دلیلی جنگ ها خبر نمیکنن. گاهی وقت منافع فردی آتش میزنه منافع جمعی را و متاسفانه در افغانستان قرنها و دهه‌ها همین رفتار جریان داشته. وقتی که بعد از گذر از آتش و خاکستر میخوایم سر پای بیستیم، اولین کاری که باید بکنیم باید زیرساخت‌ها رو بسازیم و باز هم تاکید میکنم که زیرساخت‌ها بخشای آموزش است. ببینین یک نوجوان یا جوان باسواد یا آکادمیک یا تحصیل کرده میتونه که با خلق ایده های به میلیاردها دلار برسه. امروز بزرگترین سرمایه گذاری های جهان در بخش دیجیتال است، در بخش فضای مجازی و هوش مصنوعی است. یعنی هیچ چیزی قابل لمسی وجود نداره، فقط ایده ها و فکرهاست که میلیارد فروخته میشه و خریده میشه. پس بخش آموزش مهمترین بخش زیرساخت است و بعدش همونطور که گفتیم صحت و بعدش بخش زراعت و در نهایتش بخش معادن. چرا معادن در آخر قرار میگیره؟ چون باید باسواد باشین، صحتمند باشین و از طرفی غذای برای خوردن داشته باشین. این 3 چیز مهم که به دست آمد میرن سر موضوع معادن. امشب درباره مفهوم کمک‌های جهانی و مدیریتش صحبت کردیم. شما بیننده گزارش دقیقه 7 بودین و ما هر شب جمعه مهمان خانه شما هستیم. تا برنامه بعدی و موضوع مهم دیگری که به کنکاش میگیریم، تحقیق میکنیم، صحبت میکنیم و نظر جمعی مردم رو هم در رو پرسان میکنیم، شما رو به الله متعال میسپاریم. شب همه شما بخیر.